فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری آقای عبدالغفور از بلوچستان پرسیدن که کسی در نمازش بخنده طوری که بغل دستیش متوجه بشه، حکمش چیست؟ از نظر شرعی اجماع کل علما و تمام مذاهب اسلامی این است که قهقهه در نماز زمانی که با صدای بلند باشه، اونگونه که در سوال اومده که کسی که کنارش ایستاده بغل دستیش متوجه بشود که این فرد به اصطلاح خندیده، این به اصطلاح شکننده نماز هست. به اتفاق تمام مذاهب، علامه ابن منذر که یکی از ناقلین اجماع هست که شون هر جا که اجماعی صورت گرفته در میان فقهای اسلامی این اجماع رو نقل میکنه، در این مورد اجماع رو نقل کرده که به اجماع تمام فقها اگر کسی در نماز با صدای بلند بخندد، همون تعریف فقهی و تعبیرش که قهقه بکنه، در واقع نمازش شکسته و نماز رو باید از اول اعاده بکنند. و خندیدن در نماز شکننده وضو نیست، فقط شکننده نماز هست و شکننده بودن نمازش این یک حکم اجماعی هست در میان تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت. منتها در فقه احناف این مطلب اضافه شده که هم نماز را میشکند و هم وضو را میشکند. و جالب اینجا هست که حضرت علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در این زمینه تحقیقی دارند و بیان میکند که حکم کلی و اساسی این هست که جمهور علما گفتند که نظر جمهور علما این است که در این صورت فقط نمازش شکسته و باطل شده و وضوش نشکسته، منتها به خاطر این که خروج از دایره اختلاف باشه و بر تمام مذاهب عمل شده باشه مستحب هست که وضو بگیرند. زیرا که ما در روایاتی داریم که انسانی بعد از این که گناهی رو انجام میدهد با وضو گرفتن اون گناه، آثار گناه از اعضای وضو کاملا زدوده میشوند و پاک میشوند. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه مستحب دانسته که مستحب است که این شخص برود وضو بگیرد. اگر وضو نگرفت و نمازش رو دوباره از اول آغاز کرد، به بنا به قول جمهور علما هیچ اشکالی نداره. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.